الله سبحانه و تعالی دارای وجه است. این لایق شایسته او سبحانه و تعالی است و وجه وصف شده است بر جلال و اکرام و با او سبحانه و تعالی لایق و سزاوار است و هیچ مخلوق با او مانند نیست. بسم الله و نؤمن بأن الله تعالی وجها موصوفا بالجلال والإکرام. ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی دارای صفت وجه است. با او تعالی لایق و سزاوار است و هیچ مخلوق با او مانند نیست. چگونه که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: استعیذ بالله و یبقى وجه ربک ذو الجلال والإکرام. و باقی ماند وجه یا روی پروردگار تو، پروردگار بزرگوار، پروردگاری که صاحب جلالت و اکرام است، با احترام است. و وجه الله سبحانه و تعالی یعنی روی الله سبحانه و تعالی این از صفت او سبحانه و تعالی است. ولیکن آیا صفت معنوی است یا صفت فعلی یا صفت خبری؟ جواب: البته که صفت خبری است، نه صفت معنوی و نه صفت فعلی است. و عقل انسانیت این را درک نمی کند. اگر الله سبحانه و تعالی بر ما این را خبر نمیداد، عقل ما بر این نمی گرفت و این را با عقل خود درک نمی کردیم. و اهل بدعت باشند این را تعویل کرده گفتند وجه به معنای ثواب است، ثواب است، که این غلط و نادرست است. پس این وجه حقیقی است. اما اگر سوال کرده شویم از کیفیت آن، پس در جواب میگیم الله اعلم. پس برای ما جایز نیست که سخن گوییم، صحبت کنیم در آنچه که این برای ما واضح روشن کرده شده نیست. ایمان می آوریم بر آنچه که الله سبحانه و تعالی در نفس خودش اثبات نموده است و بس. بلکه می گوییم که وجه الله سبحانه و تعالی، روی الله سبحانه و تعالی لایق جلالت و عظمتش است. بر این ایمان می آوریم، بر آنچه که الله بر ما خبر داد و خود را بر این وصف کرد. اما کیفیت آن ما در این دیگر دخالت نمی کنیم، چون علم ما این را چیز احاطه نمی کند، علم ما این را نمی گیرد. و الله سبحانه و تعالی چگونه که درجه وصف شد، صاحب جلالت است، صاحب عظمت است، صاحب احترام است. و همچنین چیز از جانب مردم این صاحب عظمت، جلالت، احترام قرار می گیرد. پس صفت وجه این صفت خبری ذاتی است که الله سبحانه و تعالی این را در کتابش ثابت کرده است و رسول صلی الله علیه و سلم این را همچنین ثابت نموده است. چگونه که امام شافعی رحمه الله تعالی می‌فرماید: ولله تبارک و تعالی اسماء و صفات. از برای الله سبحانه و تعالی نام‌ها و صفات‌ها است، چگونه که در کتابش ذکر شده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را بر ما خبر داد. اینکه الله سبحانه و تعالی دارای وجه است، دارای روی است، چگونه که فرمود: کل شیء هالک الا وجهه. تمام چیز هلاک شونده است مگر الله سبحانه و تعالی، مگر وجه الله سبحانه و تعالی. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والإکرام. و چهره پروردگارت و روی پروردگارت، وجه پروردگارت باقی میماند، صاحب جلالت و صاحب اکرام و احترام. ابن خزیمه بعد آن که یک جمله از آیه‌های خیلی زیادی رو می‌آورد، می‌فرماید در بیان اثبات وجه الله سبحانه و تعالی و تمام علماهای ما از اهل حجاز، از اهل یمامه، از اهل یمن، عراق، شام، مصر، مذهب ما این است که در بیان اثبات اسما و صفات الله سبحانه و تعالی اقرار میکنیم و اثبات می‌نماییم اسما و صفات الله سبحانه و تعالی و آنها را تصدیق میکنیم با قلب‌هایمان و شبیه مانند نمیکنیم وجه پروردگارمان را با وجه هیچ کسی از مخلوقانش. و الله سبحانه و تعالی به هیچ جای که از مخلوقانش شبیه مانند نیست. و امام بغوی رحمه الله تعالی می‌فرماید هر آنچه که از کتاب و سنت در بیان صفات الله سبحانه و تعالی ثابت شده است، و مثل نفس و مثل چه و مثل وجه و مثل عین، ید، رجل، همه اینا را ما اثبات میکنیم به پروردگار. نزول الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا، استوای الله سبحانه و تعالی به بالای عرش، همه این را ما اثبات می‌نماییم چگونه که الله سبحانه و تعالی ثابت کرده است بدون تشبیه و تعطیل و تشبیه و تمثیل. خلاصه ایمان می آوریم که الله سبحانه و تعالی دارای صفات وجه است
و وجه الله سبحانه و تعالی شبیه و مانند هیچ یک از وجه مخلوقاتش نیست. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.